الله بارک فیکم. ببینید هر کسی که موحد بود اما به سبب مریضی، به سبب اینکه به سرش یگان کسی ضربه زد و عقلش از دست داد، یا که به او جن در آمد و دیگر صحت نشد، یا که سحر در آمد و مسحور کردن، اینا سحر کردند و دیوانه کردند که نمازم ترک کرد و بعضی گپی گفتهش نمیداند و از تمام کفریات و به شرکیات واقع شد. حکم این آدم چیست؟ حکمش مسلمان است، حکمش موحد است. برای چی؟ برای اینکه این حالت اکراه را دارد. همون اکراه و دیوانگی یعنی قصد به قلب ندارد. برای چی الله میگه که کسی که مسلمان بود و به سبب اکراه کفر اکبر و شرک اکبر رو کرد کافر نمیشد؟ برای اینکه اکراه یعنی آدم مجبور کرده میزنند، به زبانش میگه اما به دلش مسلمان است. این انسانی که دیوانه شد، مجنون شد، یا سحر زد، یا که زدند عقلش از بین بردند، سبحان الله، این انسان مسلمان بود اما به سبب همون دیوانگی یا مریضی که عقلش رو از دست داد، در نزد الله این انسان به مؤاخذه کشیده نمیشد. این انسان همون حالتی که موحد بود تو همون حالتش حساب است. بعد از اینکه او مریض شد، ضربه زده شد، سحر شد، دیوانه شد، بعد از اینش گویا که این آدم وجود ندارد، گویا که این آدم تمام دفتر عملش محکم است، عملی بدش محکم است. یک از رحمت الله است. شیخ میبخشید برادر، برای من پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن در حدیث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. قلم نوشتن عملهای صالح، بگم قلمی که عملهای بد انسان می نویسد، از سه کس برداشته شد. سه کس رو، سه طایفه رو گناهانش، بدیهاش و خطاگیهاش نوشته نمیشد. حتی کفر و شرکش هم نوشته نمیشد. انسانی که خوب است، در درون خوبش خوب بود، به خبر از دهانش یک سخن شرکی برآمد، کفری برآمد، یا حتی در درون خوبش زنش طلاق داد، حساب کرده نمیشد. یا آدمی که در نارکوس بود، مثلا بالنیسه بردید، در شفاخانه، خانه هایی که طبابت خانه بگیم، نارکوس که کردند، مثلا دشنام ها داد، دین نباشد، کسی نباشد، چیزی نباشد، این آدم کافر گفته نمیشه، زیرا که این خوب است، این عقلش در سرش نیست. کسی که عقل ندارد الله او را به عذاب نمیکشد. یا کودک در حالت کودکیش تا اینکه به بلاغت نرسد، و این چنین آدمی که دیوانه است تا اینکه عقلش به خودش نآید، سخنهای اینها چی کرده نمیشد؟ نوشته، عملهای اینها نوشته نمیشد. اگر پیش از این موحد بود، موحد است، پیش از این کافر بود، کافر است. بارک الله فیک.